خب سلام، این اپیزود دوم از چنل ماه. امروز قراره که در مورد موضوع 3 چالش بزرگ تو بعد از مهاجرتمون صحبت کنیم تو کشور حالا هلند. اولین چالش تحصیل، دومیش کاره و سومیش هم روابط. بله. آقا سینا میخوای شروع کنید؟ تحصیلی دیگه. تحصیلی. ببینید من چون قرار شد که در مورد تجربیات شخصیمون توی این کانال صحبت بکنیم، از چالش اصلی تحصیل در هلند که شاید برای ایرانی‌ها در واقع خیلی سخت باشه، دوستای هلندی هن، یعنی همکلاسی های هلندی هن. برای من شخصا اینجوری بود، چون ببینید من اینجا یه دوره کارشناسی ارشد خوندم. خب هلند، حالا همه کشورهای دیگه هم ترجیحاً باید اینجوری باشن، وقتی که تحصیل میکنین یه حالت تیم ورکی وجود داره که مثلا موقع انجام دادن کارا و اساینمنت ها خب باید یک گروهی تشکیل داده بشه، 2 نفره 3 نفره، که باید با هم مثلا یک اساینمنتی رو انجام بدن. برای شخص من یکی از مشکل ترین قضایا این بود که هر موقع استاد به ما میگفت این اساینمنت شما، برید برای خودتون گروه تشکیل بدین و با هم کار بکنین، در عرض 30 ثانیه هلندیا خودشون گروهاشون رو با خودشون میبستن. احتمالاً از دوره لیسانس با هم بودن یا دوره‌های قبلی با هم، یا اصلا از بیرون هم دیگر میشناسن. اینترنشنال ها میمونن واسه گوشه رینگ و لزوما هم با هم نمیتونن خوب ارتباط برقرار بکنن و مثلا حالا گروهشون هم بد نمیگم لزوما میشه، ولی این احساس این که بابا اینا چجوری انقدر یهویی با هم خوب خودشون رو پیدا میکنن و اینا به آدم دست میده. این یکی از مشکلات من بود. حتی سینا حالا دوره همین موضوعی که حالا مثلا میگی که خیلی دانشگاه هلند بعضی وقتا مثلا توی سری رشته‌ها خیلی رو تیم ورک و گروه خیلی پروژه تو ایران تو ایران خیلی فردگرای دیگه. قشنگ میگی که آقا یه امتحان داریم، خودت هر کاری کرد. داستان که سینا گفت قشنگ راست میگه، مثلا تو اینتراکشن های اولی که اتفاق میفته خیلی احساس خیلی بدی به دست میده. یکی هم کار گروهیه. ما اصلا تو ایران خیلی کم کار گروهی کردن تو ورزشمون همینه، دقیقاً دانشگاهمون همین. مثلا ایران به نظرم یکی از مهمترین و قوی ترین حالا ورزشاش مثلا کشتی. دقیقاً کشتی چون تیمی نیست. دقیقاً مثلا فوتبالش رو شما با کشتیش اگر مقایسه بکنی، حالا مقایسه شاید درستی نه، ولی کار به وقتی که کار تیمی میرسه میبینی که ای بابا چقدر ما بد. دقیقاً همینه. دقیقاً. و واقعا البته که درست میشه، یعنی شما بعد مدت اینجا بودن تیم ورک رو یاد میگیری. یکی از به نظرم مزیت‌های تحصیل تو هلند اینه که واقعا یاد میگیری که با جمع چجوری کار کنی. چالش‌های واقعا آسان‌تر هم میشه به نظر من. خودم خیلی دوست دارم. حالا شاید یه شخصی کم درونگراتر باشه، مثلا دوست باشه بگه نه من تنها مثلا دوست دارم. اما برای من تحصیل تو هلند، خب من مقطعی که اومدم تو هلند با سینا متفاوت بود. من مقطع لیسانس اومدم، یکم این بودش که ببینید وقتی مثلا برای لیسانس شما به کشور، حالا نه فقط هلند، هر کشور دیگه میاد، بچه‌های هلندی که تو همین سیستم درس خوندن تو یعنی بیس دانشگاهشون رو بیس دبیرستانشونه به اصطلاح و خیلی به نظرم مچ‌تر وارد این سیستم میشن. اونجوری بزرگ شدن. دقیقاً اینجوری بزرگ شدن که آقا بیان تو این دانشگاه و کل سیستم تحصیلی قبل دانشگاه رو این بوده که خب اینا رو واسه اون فضا آماده کنه. دقیقاً. و شمایی که از ایران با یه سیستم تحصیلی دیگه میای، قشنگ اولش گیجی، میگم آقا اینجا داره چه اتفاقی میفته. یه تایم بزرگی تو فقط میذاری روی این که مثلا هی اطلاعات کسب کنی که آقا این سیستم چجوریه، اصلا این سیستم چیکار میکنه. علاوه بر این برای دانشگاه ما و عموما تو هلند هم حالا زیاد دیدم دانشگاه مثلا واسه لیسانس اتفاق بیفته. مثلا ما تو ایران اصول بچه‌های دانشگاه سیستمش اینه، شما میری مثلا انتخاب رشته میکنی، بعد وارد دانشگاه میشی، بعد انتخاب واحد میکنی، بعد توی انتخاب واحد درسی که خودت دوست داری و میگی مثلا برمی‌داری، بعد
فاصله های دانشگاه یه ترم است، هر 3 ماه امتحان داریم ولی تو هلند اتفاق نیفتاده بود. تو کیس من مثلا دانشگاه به ما درس‌ها رو میداد، سیستم دانشگاهمون روی کوارتر بود، یعنی فکر میکنم هر 6 هفته است اگه اشتباه نکنم، در واقع هر ترم اومدن نصفش یعنی کردن. آره دقیقاً اومدن هر ترم رو نصفش کردن و هر تقسیمش کردن 1 سال به 4 تا کوارتر و ما ته هر این کوارتر رو امتحان داریم. و من واسه سال اول یه احساس خیلی چیز کردم، یه احساس کردم که بابا چقدر فشاره، من هر 1 ماه و نیم امتحان دارم، هر 1 ماه و نیم. و این یکی از شوکایی بودش که توی تحصیل مثلا توی این داستان وارد شد و اینا تجربیات من بود دربارش. چیزی داری اضافه نه چیزی که واقعیت خیلی هست، چالش‌های تحصیل اصلا چیش میگن تمومی نداره، بدون انتها است. اون تو اینا حالا نمیخوایم هم خیلی ویدیو خیلی طولانی هم بشه. آره دیگه از حوصله شما هم خارجه. منتها چالش‌های کار و تحصیل درسته. شاید مثلا شما، چون من هیچ وقت اینجا هم تحصیل بکنم هم کار نبودم. درست. وقتی که دانشجو بودم چیز نبودم، سر کار نمیرفتم، فقط درس. درست. اما در خصوص کار و تحصیل خب فکر کنم قانونش اینه 16 ساعت اگر اینترنشنال باشی، یعنی دانشجو اینترنشنال 16 ساعت در هفته بیشتر از این نمیتونن، اجازه کار ندارن. آره دقیقاً. حتی دانشجوی فوق هم همینه فکر می‌کنم. آره فرق نمی‌کنه. دانشجو اینترنشنال. آره اصلا شما وقتی در واقع وارد هلند میشی، ویزای دانشجویی تو که دستت میگیری پشت ویزات نوشته که این دانشجو اصلا اجازه کار 16 ساعت بیشتر تو یه سری شهرها و یه سری کارا 14 ساعت هم هست، یعنی هم 16 ساعت کمتر هم میشه. اصلا چیزم هست. ببین من فکر میکنم بیشتر از این کار بکنی بر اساس اون حجم درسایی که تو داری. دقیقاً. اگر بخوای 16 ساعت یعنی چی؟ یعنی آخر هفته دیگه. دقیقاً. یعنی آره. شنبه و یک شنبه یا تو ایران خودمون پنجشنبه و جمعه. دقیقاً. یعنی شما اگه بخوای این 2 روزو کار بکنی، این به این معناست که از اون 5 روز دیگر رو درس بخونی. آره. خب یعنی اگر بخوای از این حد فراتر بری دیگه به درس لطمه میزنه. حالا اینو گفت دقیقاً اینو گفتی. حالا یه پرانتزی هم من اینجا باز کنم که یه موضوع حالا سریع روش رد بشه، اینه که واقعا یه سری چیزا مثل حالا این مثل قانون 16 ساعت، مثل ساعتایی که میگن واسه مثلا کورس مارکتینگ چقدر شما دانشگاه بهت میگه دیگه، میگه چقدر مطالعه کن واسه همش رو حساب و کتابه. اصلا حساب کردن شما اینقدر درس بخونی دقیقاً قبول میشی. دقیقاً. و خیلی جالبه شما وقتی که وارد زندگی عملی میشی میبینی اصلا بیشتر از 16 ساعت اصلا درس بهت اجازه نمیده کار کنی. یعنی میخوام بگم که واقعا همش رو حساب کتاب، چون ما از ایران میایم یک سیستم خیلی این به غیر از درس هم نیست. این مثلا چه میدونم یک دوره کاری هم شما بخوای بگذرونی، مثلا اون دوره هست 168 ساعت. خب این دوره رو وقتی که شما میگذرونی 168 ساعت، نشستن حساب کردن گفتن که برفرض از این 168 ساعت 80 ساعتش رو یه استادی میاد به شما درس میده، مابقیش رو شما اگر برای مثلا کار چیش میگن کار تجربی انجام بدید یا جزوه بخونید، مجموع اون کار تجربی و خوندن جزوه اگر واقعا به 168 برسه، خواه شما نه اینکه کورس رو علاوه بر اینکه کورس رو قبول میشین، اصلا پروفیشنت میشین در اون کورسی که انتخاب کردین. یعنی وقتی که گذاشتین روی اون کار اینقدر اگر باشه شما از حد مثلا آوان میرسیم به آدو. درسته دقیقا. خلاصه که واقعا همه چیش روی نظر چیز کردن، نشستن واقعا حساب کردن که یه دانشجو چقدر دمشون گرم واقعا. سینا موضوع دوم کار بود که حالا تو قسمت تحصیل هم یکم بهش اشاره کردیم. قطعا این موضوع همپوشانی هم داره دیگه، به هم ربط داره. مثلا یه سوال من بخوام ازت بپرسم اینه که چون تو زودتر از قطعا زودتر وارد بازار کار شدی، کار پیدا کردی، مثلا تو پیدا کردن کار مشکلی نداشتی؟ چرا خیلی مشکل هست و
یکی از مشکلات اصلی کار پیدا کردن برای اینترنشنال ها اینه که شما هر کاری نمیتونی بکنی. من خیلی از دوستان بودن وقتی که ایران بودن میگفتن که آقا مثلا من حاضرم برم اونجا ظرف بشورم، بعد مثلا ساعتی به من 12 یورو بدن، سگش شرف داره به اینکه من اینجا توی بانک چه میدونم حقوق 5 میلیون، موقع من موقعی که کار میکردم تو بانک 4 میلیون 5 میلیون، حالا عوض شده. ولی منظورم اینه که شما هر کاری نمیتونی بکنی. اولش که شما اگر درست مهاجرت کرده باشی و قانونی و تحصیل کرده باشی یک سری کار خاص باید انجام بدی. یعنی نمیتونی بری تو رستوران، نمیتونی بری توی مثلا ویرهاوس کار بکنی. البته این موضوعی که داری میگی در واقع تو کیس دانشجویی که فارغ التحصیل شدن مقطع چیز و وارد بازار کار شدن. دقیقاً افرادی هست که فارغ التحصیل شدن در هلند و یا میخوان به صورت کاری مهاجرت کنن به هلند. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بخوای کاری مهاجرت کنی نمیتونی اپلای کنی بگی یا من میخوام برم اونجا توی رستوران کار بکنم. دقیقاً. نمیذارن. چرا؟ چون میگن که آقا این سازمان مهاجرت هلند میگه که آقا شما اگر دانشجو بودی و فارغ التحصیل شدی یا میخوای مهاجرت کاری بکنی اینه لیستاش اینه. شما باید ما دنبال اینه، ما خودمون تو هلند ظرفشور داریم، نمیدونم انبار کار چی بهش میگن لیفتراک جابجا کن داریم، سیمان پرت بکنن بالا هم داریم. ما دنبال نیروی چی بهش میگه متخصص میگه، نیروی کار ماهر، highly skilled immigrants. خب پس اگر شما قرار highly skilled باشی میگن که آقا شما باید کارت یا توی زمینه پزشکی باشه یا تو زمینه آیتی باشه یا مهندسی باشه، یه کاری باید باشه که برفرض آشپز اینجا به اندازه کافی هست. اما هلندی هم هستن، آشپزیشون حالا شاید خیلی خوب نباشه ولی حالا سیر میکنن. حالا سینا من فکر کنم کمی چیز شد بیشتر رفت در مورد کلیات مهاجرت. مثلا یکم اگه بخوایم بریم تو خود فضای کار داشتم اینو مشکلاتش چی بود؟ ببخشید. مشکلات اصلی ما اینه که شما این تعداد کارهای محدودی هستند و پیدا کردن این کارها خیلی آسون نیست و سریع هم شاید انجام نشه. حالا این مسئله‌ای که داریم حرف میزنیم به موضوع بعدیمون که روابط توی هلند است خیلی مربوطه. به نظر من توی ایران موضوع چی بهش میگن پارتی بازی یکی از راه‌های پیدا کردن کاره. یعنی اگر برفرض شما پسر خالتون اگر تو یه شرکتی داری پسر خالت هم میاری یا بابات اگر یه کاری داره تو هم میری، حالا شاید هم خیلی در اون زمینه چیزی نداشته باشی، تخصصی نداشته باشی. اما اینجا این روابط تو با روابط ایران فرقش اینه که شما اول اینجا باید یک تخصص خوبی داشته باشی، یعنی reputation یا اون شهرت شخصی خودت رو به افراد مهم نشون داده باشی. مثل کی؟ مثل استاد راهنما، رئیس دانشگاه، رئیس مثلا یه شرکتی. اگر اینترنشیپی رفتی اونجا خودتو به قول معروف به قدری بدرخشی که اسمت بین 4 نفر آدم، حالا لزوما رئیس جمهور هلند نه ولی چند نفر آدمی که در اون زمینه دارن کار میکنن رد و بدل بشه، ایمیل زده بشه، یک پروفایل لینکدین خوب از خودت داشته باشی. بعد میان میگن که این روابط تو، تازه میگن که بله آقا چون این شخص مثلا یه تخصصی داشته حالا ما بهش کار میدیم، به هم معرفی میکنن و نهایتا شما. این یکی از مشکلات اصلی من بود، چون وقتی که من فارغ التحصیل شدم یک بازه 1 ساله فکر میکنم همه اجازه پیدا کردن کار دارن و من البته مقداری هم خوش شانس بودم که این بازه 1 ساله برای من خیلی طولانی نشد. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که شروع کردم به دنبال کار فکر کنم 1 ماه اینطورا سریع پیدا شد، به خاطر همون روابط خوبی که شانس آوردم داشتم. این کار
روی روالو. پس در واقع اگه بخوام جمع‌بندی داستان تو رو بکنیم، بیشتر چالش اصلی که تو کار داشتی در واقع پیدا کردن کار بود. به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها کمی عادت داریم که با پارتی بازی و کانکشنی که داریم اینجا واقعا نیست. واقعا نه فقط تو پیدا کردن با کار. شما توی چه می‌دونم توی به عنوان مثال یک رستورانی که هر روز میری مثلا اگه یارو بشناسه انتظار داری مثلا یک همون همیشگی مثلا چیزی درس مثلا تو لاینه که مثلا اگه یه صفی مثلا اونجاست تو زودتر درس که اصلا قانونه و هیچی خارج از قانون واقعا نیسته. اگر من بخوام تجربیات خودمو بگم تو کار، خب من کارهایی که کردم به دلیل اینکه دانشجو هستم کارهای دانشجویی بوده اینجا. مثلا حالا خیلی هم کار کردم، رستوران کار کردم، دلیوری غذا کار کردم، نمیدونم پستچی بودم. من بیشتر تجربه که داشتم توی کارهای دانشجویی بوده و بزرگترین چالش هم اولیش پیدا کردن این کارها بوده. به خاطر اینکه بالاخره خب یه سری کارها درسته که هلند همه انگلیسی صحبت میکنم باهات و واقعا هیچ چالشی من واقعا ندارم توی مشکل مثلا زبان انگلیسی، ولی خب یه جاهایی بنده خدا یه خانم پیری میاد سر کار، مثلا مشتریه دوست اصلا نمیتونه بنده خدا انگلیسی حرف بزن. یه سری کارا اجباراً نیروی کار هلندی، دانشجو هلندی رو استخدام میکنن و شما اونم شهر با شهر باز متفاوته. تو بعضی جاها به این محدودیت میخورین که چون شما انگلیسی زبان هستین یک جاهایی تو محدودیت کار میفتین. اینجوری هم نیستش که نباشه. اصلا حرف درسته، چون توی اون نایمخن درسته واقعا نیست اصلا درسته. کار برای شما اگر فقط انگلیسی زبان باشی درسته. کار برای پیدا نمیشه. باید حتما، چون شرق هلندی حالتی داره که خیلی کمتر اینترنشنال داره، یا به قول معروف اون قطب اصلی صنعت هلند خب بیشتر به سمت آمستردام و دنهاگ و روتردام و اینا دیگه، یعنی 3-4 تا شهر اصلی که اسمش هم شنیدیم. خب اینا چون چی بهش میگن صنعت دستشون و همه بیشتر اونجا کار میکنن، خب انگلیسی هم راحت تره. و چالش بعدی توی کار رابطت با همکارا و مدیرات. ببین یه اتفاق حتی این یه همپوشانی هم اینجا دوره ما میتونم لینکش کنم به تحصیل. ببینید یه تفاوت فرهنگی که ما نسبت به غرب اروپا داریم، اگر که حالا چه میدونم توی تئوریای حالا مثلا جامعه شناسی هم خیلی معروفه، ما یک فاکتوری داریم برای تفاوت فرهنگی در مورد بهش میگن پاور دیستنس. پاور دیستنس یعنی رابطه شما با مدیرتون، با یک فرد بالادستی چجوریه. شما وقتی که وارد کشورهای غرب اروپا به خصوص میشین میبینی که اصلا پاور دیستنسی وجود نداره. شما انگار مدیرت رفیقته، یا لحنی که میاد مثلا میگه که چطوری شایان، چه خبر، دیروز چی کار کردی. و ما تو ایران با مدیرمون مثلا سلام آقای فلانی خوب هستین، مثلا شما چجوری مثلا چجوری. حالا تو فضای کار شوکی که مثلا وارد میشه اینه که شما میری مثلا خیلی دیگه خیلی زیاد مؤدبی جلوی چیزا، یا با همکارات خیلی زیاد مؤدبی و اینا حس میکنن که با این چرا اینجوریه، چقدر مثلا آره مثلا چقدر ناراحته یارو، بابا آروم باش، اوکی شاید مثلا چیل کنه اینا. این خیلی واسم جالب بود اینا. یعنی علاوه بر اینکه حالا بیشتر تو هلند اینجوریه که آره واقعا همینطوری که تو میگی مدیرا و اینا یا حتی همکارای دیگه اینقدر با هم خوب و راحت و صمیمی هستن و مثلا تولدهای هم دیگه میرن و خونه های هم دیگه میرن. اینا چیزای طبیعی هست. اما جالب اینجاست که یعنی همزمان که اینقدر خوبن کارشون هم میکنن. یعنی یه چیزی هست به اسم اینکه توی ایران مثلا دیدی میگن خیلی پسرخاله نشو. آفرین. خب یعنی پسرخاله شدن فقط به کلام نیست.
به نظر من شما اگر اینجا پسرخاله میشن در کلام اما در عمل واقعا کارشون رو میکنن. آره. یعنی من منم همین حالت رو دارم سر کار، اما موقعی که کار میشه مثلا همه قشنگ کارشون میکنم با همون اسم کوچیک و نمیدونم رابطه صمیمی کار رو انجام میدن. و در واقع سینا اون مرز صمیمیته با مرز کار کردن یه مرز کاملا مشخصی، هیچ وقت سوء استفاده نمیشه. پروفشنالیسم همین. دقیقاً همینه. من حالا میترسم که میگم هر کدوم این مسائل خیلی چیزه، ما خیلی تجربه بولدمون داریم میگیم تو هر کدوم. موضوع سوم موضوع روابطه. موضوع چالشی روابط که اصلا یه اپیزود جدا فصل یه سیزن باید به در مورد روابط صحبت کنیم و ایناست. اولین چالش چی بود؟ اولین چالش این هست که ببین به نظر من دخترای هلندی خیلی با تو خوب و راحت و صمیمی هستند، منتها این برمیگرده به برداشت شخصی تو که از این صمیمیت چی بخوای. خب یعنی شما به یک دختر، حالا تو خیابون معمولا اتفاق نمیفته که اینجا کسی تو خیابون من ندیدم مثلا بره شماره بده و این کارا نمیشه، که مثلا اگر دانشگاه رفتید یا سر کار اگر به هم دانشکده‌ایتون مثلا علاقه پیدا کردید بری بگی آقا بریم بیرون و اونم که بریم. دقیقا هلندی‌ها معمولا میگن بریم. البته قبلش نگاه میکنن وقتشون، کلندر باز میکنن، چه میدونم آیا ما یک ماه آینده خیلی قرفر برنامه ریزی و این حرفا دارن، ولی اینو نباید برداشت بریم بکنیم که از تو خوششون نمیاد. منتها یکی از چالش‌های اصلیش اینه که شما یه بار دو بار سه بار با اون دختره میری بیرون، توی ذهن ایرانیا تو فکر میکنی که آقا دیگه تمام، آره دیگه بردم. دقیقاً منتها یهوی طرف میگه که آقا من یادم رفت بگم من دفعه بعد با دوست پسرم میام. دقیقاً همین. و این قلب شما خیلی جالبه و ایش اولین شوک فرهنگی توی داستان رقم میخوره و میگه که من 4 سنه آدم تو میگه وقت گذاشتم مثلا به مامانم نشون دادم پسند کردم. آره من ببین سینا، من بخوام در روابط صحبت کنم، در دختر اینا بخوام صحبت کنم، خیلی داستانه که بخوایم چیز کنیم. من ترجیح میدم که الان در روابط، من اولین چالش که داشتم واقعا در دختر نبود، به خاطر که وقتی وارد میشی تو هلند انقدر سرت شلوغه و انقدر چالش های احساسی و چالش مالی و مثلا اینا داری که اصلا ذهنت تا همه چی درست نشه نمیرسن. من تو کیس اولین چالشی تو کیس روابط داشتم پیدا کردن دوست بود. خب ببین خوشبختانه یا متاسفانه لوکیشنی که ما هستیم توی هلند، جنوب هلند، ایرانی خیلی کم داره. مثلا ایرانیایی تقریبا تنها ایرانیایی که میشناسیم یه 2-3 نفر دیگه هم خودمون و حالا سامانم که شاید بعداً بیاد، آره برادر منم هستن. خیلی کم ما اینجا ایرانی داشتیم. خب ما طبق شرایط موجود بیشتر سعی کردیم که خب با خارجی‌ها و بچه‌های اینترنشنال با هلندی‌ها رابطه برقرار کنیم. اولین چیزی که خیلی خودمونی بگم که میخوره تو ذوقه اینه که آقا مثلا با پسر یا حتی دختر میخوای دوست معمولی باشیم بریم بیرون، میچینیم یه قرار خوب میذاریم، نمیدونم میریم کلاب، میریم نمیدونم درینک میزنیم با هم یا اینا، یه شب توپ و هم میگین و میخندین و اینا، فرداش میشه میبینی که یارو نه پیام داد. آره صبر میکنی آقا یه هفته میگذاره میبینی بابا من با تو بیرون رفتم مثلا این همه چیز که فرداش، یعنی شما شبش که رفتید فرداش همه چی تمومه.
نه کسی انتظار داره به اون یکی پیام بده، نه اگه اون یکی پس فرداش رفت یه مهمونه دیگه اون یکی انتظار داره چرا به من نگفتی. میدونی یعنی تموم، یعنی خیلی فردگرا. آره یه نکته خوبیه، چون مثلا توی همون دوره‌ای هم که من دانشجو بودم هیچ وقت تو اینیشیشن از سمت هلندیا نیست. اینیشیشن هم بگو است. یعنی شروع درخواست به رفتن به بیرون هیچ وقت از سمت اینا نیست. یعنی من شاید مثلا برای بار اول دوم مثلا تک میدادم آقا بریم آخر هفته بشینیم بیرون هم حرف بزنیم یا غذای بخوریم، میگفتن آره ما میایم یا ما نمیایم این هفته. خب و نهایتا 4 نفر 5 نفر آدم جمع می‌شدن، خیلی وقتا هم بیشتر. دقیقاً. وقتی که این تموم میشه بار دومم حتی بازم من این کارو کردم، یا حتی یادم اینترنشنالای دیگه هم مثلا چند تا دوست از روسیه و یونان و ایتالیا و اینا داشتم به هوای این کاری که من کردم. دفعه بعد اینا گفتن آقا مثلا اونا همین کار منو تکرار کردن، باز هلندیا گفتن بله میای نه نمیای. درسته. ولی یک بار در طول این 2 سال ما نشنیدیم که اینا بگن که آقا فلانی باشه بریم بیرون عمرن. نه این اینیشیشن هیچ وقت از سمت هلندیا به وجود نیومد در ما. و سینا حالا ما که توی محیط اینترنشنالی هم بودیم، ملیت‌های مختلف تو دانشگاه بودم مثلا دورمون و اینا، تو سر کار بیرون و اینا بودن، خیلی جالبه که این فقط ایرانی‌ها نیستن که دوست دارن با خود ایرانی‌ها بگردن، یعنی ملیت‌های دیگه هم هستن که فقط تو اون کامیونیتی خودشون میگردن. مثلا اصولا خیلی جا دیدم بلغارستانی‌ها مخصوصا فقط با خودشون میرن بیرون. خیلی کم می‌بینی. ولی اگر بتونی به عنوان خارجی یه گروهی رو جذب خودت کنی، باشون قرار بذاری به عنوان اولین نفر، خیلی به نظر من بهت کمک خواهد کرد به اینکه دیگران، خیلی باعث میشه کانکشن های زیادی باز پیدا کنی، مثلا دیگران رو حساب میکنن. خب خیلی ها اینجا آدمای، من خیلی بیشتر از ایران احساس کردم اینجا آدمای درونگرا زیادتر داره. آدمای درونگرا خیلی دوست دارن یکی رو پیدا کنن، هی پلن بریزه و خیلی علاوه اجتماعی جایگاه دوست داشتنی پیدا میکنی. آره. خیلی چیز. آره. بعضی اوقات ناراحت کننده است برای من. یعنی الان دیگه نه، ولی اون موقع به خودم گفتم بابا اینا چه آدمای بی بخاری هستن، مرام ندارن. میدونی هیچ وقت احساس چی بهش میگن علاقه دو طرفه برای ایجاد رفاقت رو در بین هلندیا و هیچ وقت ندید. دقیقاً. و این رو سوال کردم از خود هلندیا، گفتم آقا شما چرا مثلا هیچ وقت پا پیش نمیذارین برای مثلا اینکه بریم اینجا. چند نفرشون هم اتفاقا تاکید کردن روی موضوع و میگن که معمولا هلندیا رفقاشونو از دوره برفرض دبستان اینا پیدا میکنن. آره بابا. و نگه میدارن تا پیر میشن. دقیقاً. یعنی یک دایره، حالا نمیگم که مثلا یه آدم 30-40 ساله هلندی دیگه رفیق تازه نداره و نمیگیم همشون اینجوری نیستن، ولی دلیل این که احتمالاً اینقدر به قول معروف cautious، یعنی مراقب، محتاط در پا پیش گذاشتن در پیدا کردن یک رفیق، اونم اینترنشنال، اونم کی من سینا و این پرریش سیبیلی شایان با این سیبیلی پا پیش نمیذارن. به نظرم یکی از چون خودشون گفتن اینه که آقا فرض ما رفیقامونو از قبل پیدا کردیم، بستیم این دایره رفاقتو و نه اینکه نرن بیرون. با ما بیرون میریم حتی خوش میگذرونیم یه شب بیرون ها، منتها این رفاقت، ما بحثمون رفاقته. دقیقاً این رو من کمتر دیدم. ما خب جلوتر که بریم تو اپیزودهای بعدی بیشتر درباره این مسئله صحبت میکنیم. الان به نظرم
کافیه درباره‌اش صحبت کردیم. خیلی به نظرم چیز خوب، من خودم لذت بردم درباره‌اش صحبت کردیم. دمتون گرم که نگاه کردید. برمیگردیم. خیلی مراقبت کنید.